علیو سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر در پخش مستقیمی مرحمت گپ زنیم. اویدی موضوع. کجا ما تماشا داشتم همین یه چی بگم. برای خدا ما همین مردم تاجیک ما حیران نه بخدا. همین فقط داشتم فقط یه شما دو چی در کنه. و قراتشون بخشون میگرده. گپ آدم سخت میرسه کو وقتی که دستشون هیچی نمیاد عاجز میمونن ضعیفن بعد اقرات میکنن. ما را ناز نمیبینن نمیشه که بگن ای رحمت گپ نیست ما هم ای گپای تو روزی. نه که ما او را نمیگم شما را میگم بسیار بلاگر بخدا همین خود با خودتون اگه جنگ کردن این مقصد تو. اونا را یک طرفون دیگه وقتی ما با اون نیست برادر. اویدی موضوع هم گفتن داری؟ اوید موضوع کجا باز کنه این چیگه پای بخدا یا ای با این میگن این خیلن بخیلن میدان در یعنی زود در میدان نشان میدیه ای هر کنج نه 250 دهه برق نداره میدونی امیره برادر گوش کردی 250 دهه چیز در تاجیکستان 250 دهه 20 ساله 30 سال میشه قریب برق ندارن تماشا کردی گوش کردی نامگیر کردن بعد یعنی چیکار شو کنیم ایده ستمه اکا برای اردام که ایده ستمه مثال پیش خیال جوزه خطی و خیامی خمارو خطا ای چور پنج بلوگر تیپ آکوزوان باید نشان بدن خلقا چیز کنن باید در پاکستان با جان کنن خب کنیم برق شو میتن 30 سال پسانه نه اگر ایده ستمه اکا برای اردام که ایده ستمه چی دار کرده انسان خب به من نفهمیدم نو شناختمت همین امروز خبر داد خون با فکر که اهلی چی نیستی قلمی که اهلی نویسنده و خواننده نیستی همین امروز بانک آسیای رشد 106 میلیون دلار به وزارت انرژتیکا داد 106 میلیون دلار اینا 106 میلیون دلار در دست وزیر در وزارت انرژتیکا در همین 58 دهه مختار کوهستانی بدخشان 6.5 میلیارد 25,000 دلار در کارای برای که سیم شما بکشن استالبهشون تیار کنن پول در دست یوای ما چه خیلی برام کمکشون کنم به تن پولا ما برام یک ساله نمی پولی که تنها در وزارت انرژتیکا میاد ما رابطه ما در بین 5 سال تمام نمی 250 دهه را برق تامین کردم میتونم یک ساله کمکی تنها با وزارت انرژتیکا می اومدگی را دیگر وای زکات عربا میگیرن ای شیخا صدقه میگیرن ای سازمان ها و بانک ها و دیگر کشور اوش یک طرف است تنها میلیون ها دلاری که با وزارت انرژتیکا به خاطر این ما مردم ما دههاش این دهها را برای چی برق نمیتن به خاطر که رسم صورتش نمیگیرن میبرن میگن که این دهها 20 سال برق نداره این ده باید که 5 میلیون دلار در کار ما دا بتیم ما بریم برق در این دهها تامین کنیم که برسونیم میگیرن در جیبشون میزنن با چیکار کنیم اگه یه سوال دیگه پرسم اگه کجا تو میدونه که دست کلامی دا همه کپور و مال چی در کاره گپای دروغ مثلا فقط گپای دروغ گم میدانه فقط معلوم اشتباهی که اگر پول در کجای در قدر راه پول در قدر راه در کجای اینا بگذار که در کیسه وزیر نبود در کیسه امامالی نبود در قدر راه پرتافتن سوما تو بگو از تو مرا گفته که در جیبی او نیست در کجای پول بگو مرا در قدر راه نبوده در چی جیبی او نبوده پول بودن در بالا مردم چوچاله میگن پوشیدن اگه گفتنی همون پول همین فقط حکومت انگار گرفتن تمام در خلق نمیتیه نه آخی این پولی برای خلق نیست وز تو گفت مرا گوش کرده است برای وزارت انرژتیکا دادن برای سویت در مردم استالبای ویرونه در کدام ناحیه استالبات پوسیدگی 20 ساله خود میره درخت یه جو میزنی میاره بخته استالبا میکنی یعنی انا میرم یا میرن دروغ میگن که در مثال میگن در شهر کلاب 500 تا استالبای کورنوشای ما 20 ساله که و علیش کردگی نیستن انا ورا میگم ما باید علیش کنیم برای همین 100,000 دلار در کورای فریب میکنن وقتی میان میگیرن تا وقتی استالبات شهر کلابی استالبات کجله شده چپا میشه در شمال برف در چپا میشه میره درخت میزنی میاری در اونجا راست میمونی یا که سیم در
تنه دیوال یا میخچه دمیچ کی ترش دیدم یک میخچه دمیچ کی همون قطعی برق رفته است شکرانه میکنه که ای بد نشه پول برای اون جدا شدگیه نه که رسخود نمیشه چیکار کنیم ای نگاه تو باید چیکار کنیم شکرانه کنیم خیلی مثال ما همین یک بچه همین کلوبی بچه را دیدم نه مثال همین نمیتونن برون دیگه ملاقات رو زندگی کنن هم خیلی گفتم مثال ای خفون بودن دادن اشتای که مردی در میدان نشان دیم در میدان نشان نمیدیم تو مرد نیستی الحمدلله ما مرد کو امی کاری مرا تو بکن امی کار مرا بکن ما بگم که تو بهترین مرد تو بده میتونی این کار کرده ما چه میتونم که چه میکنم پرابلم کنم در پدر مادر منه انا گپ سری نمیدن تو باز ما اگر یه سوال دیگر بتم پول زرد خود میزنی اگر تا اسلام به خبر میبودی تو گپ نمیگفتی اول بگم که مسلمان هستی بخ تلخت میکفه که تو کی مرا میگم مسلمان هستم مسلمان یکم چیکار میکنه دغم برادرش هست یا نیست هموطنای ما و شما الحمدلله ما مسلمان هموطنای ما و شما نیستن همیو وقتی نمی 250 این همون همسایه تا که مثال گشنه های یا که در نزدیکی تا برق نداره هموطن ما و شما برادرش باید بخونیم یا که نه یا که در کار نیست ما برق داریم دیگرش پناش بخدا بخونه اگه یکمش آدم خود زوست ای کدام آدم برق نداره چی نداره همه جوره بو فروشه همه جوی برق داره برای برقی توی بفروششنه مثال انا هموای مردمان مثال برق نداره همون جوی زمین شبو فروشه کم تر همین مثال چیز برو جوی برق داره برو خب این نگاه تو چیکار کنن همون زمیناشون بفروشن با کی بفروشن یا آدم میگه میام هم با به برق زندگی کنه مثال تو میخری هم خیلی نوحیه را هم خیلی دهر خونه رو میخری مثال خریدون هست این همی تو دیگر نیست نمی تو شاید که 20 ساله باشین از زن گرفتی کودک داری برام نوحیت از زندگی که هم برق نداره میره اگر نگریز ای سوال نگریز تو میگو که بفروشم میخرن تو میره در همون نوحیه که برق نداره 20 ساله زندگی کنی این همی تو دیگه کس نه اگر ما جوی هوایی دا میشیدم ما گفتیستم که ما همون جو ما میفروختم جوی چیز دا میرم خب با کی میفروختی؟ وازی گفتیستم که یا آدم میگه اینا تو اینا با تو میفروشن تو میره اونجا زندگی کنی اگر ما گفتیستم اگر ایمان میشید ما میفروختم خیلی جو ما میرفتم ما نگفتم که ما جوی برق دا میرم این نگاه تو شکرانه کنن بشینن نه یا که زمینشون با افغان‌ها یا که خیتویا بفروشن خونه‌شون مثال کی دا بفروشه وای دا کاکای رد میدن مثال فروخت بطه خب فهمو بطه گپ زدن حیفه سلامت باشی خیلی آدمو خد چی بگوی